فصل گرمای سال تابستان طلبات ارگانیسم انسان را با آب و مشغول شدن با آببازی بیشتر می‌نماید. از اینجاست که ساکنان علل خصوص کودکان و نوجوانان و جوانان در بیشتر موردها مکان آببازی را در جویبار و کانال‌ها و رودخانه‌های پرتقیان انتخاب می‌نمایند که سر زدن حالت‌های ناخوش از احتمال دور نیست. در رابطه با پیشگیری حالت‌های غرقشوی ساکنان هنگام آببازی و رعایت حتمی طلبات‌های قاعده‌های بی‌خطری از جانب مسئولین شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани در شهر ترسانزاده بین جوانان و نوجوانان و ساکنان کارهای فهماندهی گذرانیدند. در دایره این تدبیر در جایهای ممنوع برای آببازی شعار و آویزه‌ها نصب گردیده با استراحت کنندگان و نوجوانان و جوانان ورقه‌های اطلاعاتی اوید بر رعایت قاعده‌های بی‌خطری و راه و اصول‌های رسانیدن کمک اولیه در حالت‌های احتمالی غرقشوی فهمانیده شد. در اساس امر رئیس شهر ترسانزاده اوید با تدبیرهای فوری پیشگیری حالت‌های غرقشوی در تمام جماعت‌های دهات کارهای فهماندهی گذرانده رفته ایستاده است و اینچنین از حساب زیرنظام‌های حدودی و زینوی نظام یگانه دولتی اوید پیشگیری رفع حالت‌های فوق‌العاده در دوره بلندشوی سطح آب کانال و دریاها نبرداری شبانه‌ریزی در منطقه‌های خطرناک و لب کانال و دریاها به راه مانده شده است که در این باره جماعت‌های دهات همه روزه در بین اهالی کارهای فهماندهی را ادامه داده ایستاده و نوابسته به این از جانب شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرانی در شهر ترسانزاده دستورنامه اوید به قاعده‌های شناوری، امرنامه و دیگر آگاهینامه‌ها به فراغتگاه شیرکن و دیگر لاگر و استراحتگاه‌های حدود شهر ترسانزاده دسترس کرده شده است که همه روزه زیر نظارت و کاربری قرار دارد. طبق اطلاع مسئولین شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани در شهر ترسانزاده هرچند از جانب این نهاد بارها در جایهای ممنوع برای آببازی نصب شعار و آویزه‌ها و کارهای فهماندهی دایر گردیده باشد هم ولی ساکنان بخصوص والدین نظارت فرزندانشان را در این سمت صرف نظر می‌نمایند. از تمام شهروندان، پدران، مادران و تمام استراحتگزارندگان خواهش کرده می شود که وقتی شناوری معین شده است حرارت آب از 18 گرادوس بالا گرم باشد و اینچنین حرارت هوا از 25 گرادوس بالا باشد که وقتی شناوری مناسب است در این وقتها و از تمام اهالی و پدر و مادران بازم خواهش میکنیم که فرزندان خود را به نظارت نگذارند و قاعده های شناوری را رعایت نمایند. محیط اساسی برای شناوری آب به حساب می رود، اما صفت آب پاکی آن از هر گونه آلودگی ها در حوضهای شناوری باید جوابگو به طلبات بهداشتی باشد و مسئولیت تشکیل شرایط ضروری موافق با طلبات مقرر گردیده به ذمه صاحب ملکان و راهبران ساحل های فراغتی و مؤسسه های استراحتی دارای ابیکت های شناوری واگذار کرده شده است. یکی از سبب های ساحل دریا و کانال ها را مکان آببازی انتخاب نمودن نوجوانان و جوانان این انگشت شمار بودن حوضهای مخصوص شناوری ارزیابی کرده می شود. از این رو می سازد که در دایره کارهای آبادانی و رشد محل به بنیاد حوضهای شناوری نیز توجه ظاهر کرده شود با مقصد پیشگیری از آببازی در مکانهای خطرناک و هر گونه حادثه های ناخوش از ساکنان و مهمانان و جوانان و نوجوانان بخصوص والدین آنها طلب کرده می شود که هنگام شناوری قاعده های بی‌خطری را رعایت نموده فرزندان خردسال خود را در وقت آببازی به نظارت نگذارند، زیرا گفتند علاج واقعه پیش از وقوع. فریدون صبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسانزاده. اخبار.